امشب 13 سپتامبر 1997 مرکز لس آنجلس خیلی ساکت و خلوته و یک کامیون حمل اسکناس از خیابون عبور میکنه. این کامیون ها پولهایی که از بیزینس ها و بانک ها جمع میکنن میبرن تو مرکزشون تا توی گاف صندوق بزرگ بذارن. تو این مرکز شخصی کار میکنه که مسئول تمام تکنولوژی امنیتی این انبار پر از پوله. آلن پیس. آلن پیس از نظر بقیه کارکنان یک کارگر عادی بود، اما بقیه نمیدونستن که یه نابغه سرقت کنارشون کار میکنه. قبل از استخدام آلن توی این مرکز تمام برنامه سرقت چیده شده بود و چون آلن نمیتونست به کسی اعتماد کنه و برای سرقت به کمک نیاز داشت، تنها گزینش دوستای قدیمی خودش بودن. 5 از دوستای دوران بچگیش. تو دوران کاری که آلن توی این مرکز داشت به دقت تمام نقشه‌های اونجا رو کشیده بود و به خاطر موقعیت کاری که داشت میتونست از هر جا که میخواد عکس بگیره و کسی بهش شک نکنه. حتی تمام افرادی که اونجا بودن رو زیر نظر داشت تا بدون هر کسی چی کار میکنه و سر چه تایمی میره و میاد. مرکزی که آلن توش کار میکرد از امنیت بالایی برخوردار بود، طوری که پیشرفته ترین دوربین های سال 97 اونجا بودن که قابلیت چرخش 360 درجه رو داشتن. با این حال آلن تمامی نقطه کورهای دوربین ها رو پیدا کرده بود و روی نقشه به دوستاش گفته بود. مهمترین حسن آلن صبور بودن اون بود، چون میدونست عجله کار رو خراب میکنه و باعث میشه نقشه خراب بشه و همه لو برن. همه چی خوب پیش میرفت تا روز 12 سپتامبر رسید. آلن در اون روز شوکه شد چون بهش گفتن تو اخراجی و دلیل اخراجش هم این بود که چراغ جلوی ماشین دوستش رو تو شرکت باز کرده بود برای شوخی و اون هم به شرکت اعلام کرده بود که آلن چراغ من رو دزدیده. آلن خیلی ناراحت بود و دید همه نقشه ها داره به هم میریزه و با دوستاش جلسه گذاشت و گفت من اخراج شدم. اگه بخوایم این کار رو انجام بدیم باید همین فردا باشه، چون اطلاعاتمون قدیمی میشه و ممکنه دیگه به دردمون نخوره. و دلیل دومش این بود که فردا روز جمعه بود و پول زیاد داخل گاف صندوق قرار میگرفت. شب 13 آلن و دوستاش میرن توی کلاب که وقت بگذرونن تا اگه یه وقت گفتن که کجا بودید بگن اون تایم تو کلاب بودیم. ساعت 11 شب از کلاب میزنن بیرون برای شکار و میرن سمت ماشین تا لباساشون رو بپوشن و مسلح بشن. اونها با یه ون بزرگ میرن سمت مرکز. بعد از پیاده شدن از در پشتی با کلیدی که از قبل آلن کپی کرده بود وارد میشن و منتظر میشن تا ساعت 12:30 بشه، چون آلن به خوبی میدونست که تو اون تایم نگهبانا برای خوردن قهوه به کافتریا میان و میتونن اونا رو اونجا خلسلا کنن و کلید رو بردارن. بعد از اینکه موفق شدن نگهبانا رو ببندن تا صدایی ازشون در نیاد، رفتن تا گاف صندوق فولادی که فقط قطرش 18 اینچ بود رو باز کنن. آلن میدونست که جمعه‌ها به دلیل اینکه پول زیاد میاد و میره خیلی از قفل‌های اونجا رو نمیبندن و کار براشون آسان‌تر شده بود. توی گاف صندوق قفسه‌هایی وجود داشت که پول درشت توشون بود، پس از اونا شروع کردن به پر کردن کامیون تا جایی که دیگه کامیون جا نداشت. 18,900,000 دلار پولی بود که تو کامیون جا شد. توی این تایم که دوستاش داشتن کامیون رو پر می‌کردن، آلن به اتاقی که دوربین‌ها بودن رفت تا بتونه فیلم‌ها رو پاک کنه. وقتی که به این اتاق رفت دید اون همکارش اینجاست و برای اینکه نقشه لو نره مجبور شد بهش شلیک کنه، اما تیرش باعث نشد تا اون جونش از دست بره. بعد از پاک کردن اطلاعات اونجا رفت به سراغ بکاپ اطلاعات، چون میدونست بکاپ توی کابینه توی اتاق دیگه است. اون بکاپ رو برداشت و از اونجا خارج شد. آلن و دوستاش موفق شدن بزرگترین سرقت پول نقد دنیا رو رکورد بزنن. تا به حال در دنیا این رقم سرقت نشده بود. اونا به سرعت به خونه یکی از دوستاش برگشتن و پولها رو خالی کردن و دوباره لباس عادی پوشیدن و به کلاب برگشتن. نزدیکای صبح بود که به خونه رفتن. به نظر شما این همه پولو چیکار کردن؟ حتما فکر میکنید که از فردا کلی خرج میکنن و چیزای گرون مثل ساعت و ماشین میخرن. اونها دوست داشتن اما آلن نذاشت و نفری 100,000 تا بهشون داد و گفت یواش یواش خرج کنید تا کسی متوجه نشه. کار بعدیشون هم این بود که یه جا رو اجاره کردن و پولا رو اونجا گذاشتن. این سرقت عین بمب ترکید و چون مبلغ بزرگی بود FBI پرونده رو به گردن گرفت. FBI اول به دنبال اثر انگشتا بود، اما دیدن هیچی وجود نداره. کارکنانی هم که گروگان شده بودن هیچ اطلاعات به درد بخوری نداشتن. FBI هیچی پیدا نمیکنه، اما میگن این دزد از کجا میدونسته بکاپ کجاست؟ پس حتما یکی از کارکنان اینجاست. FBI از همه کارکنان تحقیق میکنه و حتی از هر کی که میپرسه به نظرتون کی میتونه این کارو کرده باشه، همه میگن آلن پیس. اونها همه جا رو جستجو کردن. تنها چیزی که تو پارکینگ پیدا کردن شیشه چراغ عقب یک کامیون بود.
همون کامیونی که آلن و دوستاش اجاره کرده بودن. دست FBI از این شیشه چراغ عقب هم به جایی نرسید، چون تو لس آنجلس پر از این کامیون هاست. FBI آلن رو میگیره زیر نظر که ببینن داره چی کار میکنه. بعد از زیر نظر گرفتن آلن میبینن که اون تو خونه مامانش زندگی میکنه و حساب بانکی هم نداره. 6 ماه میگذره و خبری نمیشه. آلن آروم آروم پولها رو بین دوستاش تقسیم میکنه و شروع میکنن به زمین خریدن و ماشین خریدن. آلن یه شرکت میزنه تا بتونه پولشویی کنه. همه چی به خوبی پیش میرفته تا یکی از دوستای آلن میره یه زمین بخره. اون یه سوتی خیلی بزرگ اینجا میده. دسته‌های اسکناس که میده به طرف توجه به باندرولش نمیکنه که هنوز دستخط بانکی که این پول رو فرستاده به گاو صندوق روشه. فروشنده هم مشکوک شده بود که چرا این همه با خودش پول نقد آورده. برای همین زنگ زد به بانک خودش و گفت من اینقدر پول نقد میخوام بگیرم، نکنه تقلبی باشه. گفتم بیار ما ببینیم. بانک وقتی در مورد این پولها تحقیق کرد متوجه شد این باندرول برای گاو صندوقه و نباید دست یه آدم عادی باشه. برای همین پلیس رو در جریان گذاشت و FBI با خبر شد و فهمیدن که این پول از گاو صندوق اومده. همون گاو صندوقی که چند سال پیش ازش سرقت شده بود. این دوست آلن که اسمش یوجین بوده رو میرن نگاه میکنن که اون روز سرقت چی کار میکرده. میبینن که اون یه کامیون اجاره کرده، همون کامیون که چراغ عقبش افتاده بود اونجا. اونا در تحقیقاتشون متوجه میشن که یوجین با آلن هم در ارتباط بوده. دیگه به آلن 100% مشکوک میشن و میریزن تو خونه‌شو و میبینن به به میلیون‌ها دلار پول اونجاست. پلیسا نمیدونستن که اینا 5 نفر بودن. یعنی اگر یوجین اسم اون یکی از دوستاشو نمیگفت شاید پیداشون نمیکردن. اما اون همه چی رو شسته رفته به پلیسا گفت و همه رو گرفتن. و آلن به عنوان سرپرست باند به 25 سال زندان محکوم شد و دوستاش هر کدوم محکوم به 10 سال زندان شدن. از پولی که دزدیده شده بود FBI تونست 7 میلیون رو پیدا کنه و بقیهش معلوم نیست کجاست و اونا هم اعتراف کردن که همه رو خرج کردیم. آلن در سال 2001 به زندان افتاد و هنوز در زندانه. اما دوستاش آزاد شدن و هر کدومشون زیر نظرن تا مابقی پول گم شده پیدا بشه. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. برای دیدن ویدیوهای جدید و حمایت از ما لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو بزنید تا هر ویدیوی جدیدی میذاریم به اطلاعتون برسونه.